هلا برابرز، حالتون چطوره؟ امشب اومدیم با یه ویدیو بسیار عالی و زیبا و جذاب از غذاهای بین المللی. حالا ادامهش سایلنسر براتون میگه. یه کلیپ چندش آوردیم، یعنی حال به هم زن‌تر از این کلیپ ندیده بودم تا حالا بریم در ادامه ببینیم بقیه‌اشو. ممنونم که ما رو ساب و لایک و فالو میکنید. دمتون گرم. پس بزن بریم تو کارش. خب بچه ها، اولین ویدیو راجع به یه سری کشورهاییه که غذای بسیار خوشمزه و بسیار اصیلی میخورن. حالا میخوایم بهتون نشون بدیم، حالشو ببرید. فقط خیلی تمیزه، حالا بعد خودتون میبینید. کارشون داره، دارن به سبک خودشون غذا میخورن. من و تو چی کاره ایم؟ خب حالا ببینید ادامه‌شو ببینید. سگم هم اینجا غذا نمیریزن. جون به یه غذا. چی ان اینا؟ سیب زمینی؟ من وقتی اسهال داشته باشم یه همچی چیزی میزنم. ببخشید. این گوسفند میریزن جوجه گوابا رو میندازن داخل چی؟ خیریه شونه. اینا مال کجا؟ این کلاه مال کجا؟ بچه تو کامنت بنویسی اینا مال کجا؟ اینا بچهای شرق. میدونم بچه‌های شهر. خب ویدیو دومی، خب مخلوطی از غذاهای حیوانی و انسانیه، ولی حیوانی کجاشه دیگه خدا میدونه، خودتون باید تشخیص بدین. بعدش هم باید داخل کامنت ها بگین که کجای حیوانو گذاشتن استفاده کردن. درسته؟ درست. اون گوشه هم نگاه، یه چیز اونجا هست. آره میبینیم. من احساس میکنم اسپرم گاو. بریم ببینیمش. بریم ببینیم. همین قسمت رو میگم، همین قسمت. نه ناموسن دلت میگه همچه غذایی بخوری. بابا من نمیرینم اینجوری که بخوام بخورم. این چیه؟ این که سسشه. خب یعنی خدا وکیل اینجا رو بوق میزنم، اینجا رو بوق میزنم. خیلی دیگه مثبت 22 شد. پای صحنه خیلی مادم راحت باشم دیگه. بچه‌ها نگاه کنین، بچه‌ها نگاه کنین. خدا وکیلی خدایش اینا هم یه نوع سمبوسه است. خب یعنی اینا سمبوسه هاشون بیشتر با سس و اسهال گوسفند و نمیدونم غذای دوبار جویده شده گاو و نه آخه تو رو قرآن آقا این چی میخوره بهش باشه. تو رو قرآن بگین تو کامنت ها این چی میتونه با دوغ میریزن روش. بنویسین تو کامنت ها خدای این غذا مال کدوم کشوره. میدونم ما، ولی 2-3 تا کشور هستن که این غذا رو دارن. حالا شما خودتون خدا این چیه؟ عالم بچه نگاش کرد. آدم اسهال میگیره. ببینیم حالا ببینیم. قاشق هم گذاشت. بس میگم شما خیلی تمیزی. اسهال خونی. اون زیرش برگ. خب این یکی راجع به اینه که میگن با حیوانات دوست باشید. اینا دیگه خیلی دوستن دیگه، رفاقتشون صمیمی شده. نگاه کن الان دیگه با هم دیگه میگن داخل یه کاسه آب بخورید، نمیدونم خیلی صمیمی باشی. اینا داخل یه کاسه دارن یه چی دیگه میخورن. همون قسمت قبلی که سایلنسر گفت. برای چی آقا ما داریم تو همه چیز دخالت میکنیم؟ موشو تو غذا خودش سهیم کرده، من و تو چی کاریم دوباره؟ آخه این موش لامصب طاعون داره، راعون داره، زانو داره، دست داره، پا داره، شورت داره، چیز داره. ما داریم زحمت میکشیم. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم. آره میزنن بر بدن. با موشه نگاه با هم میخوره. اینا سفیده تخم مرغ، سفیده تخم مرغ، زهره تخم با سیب زمینی. بابا اینا اینجوری میرن باشگاه. راستی یادم رفت بهتون بگم. اینا رو جلو موشاشون نمیریزن، ما اینا رو خودمون میخوریم. بعد این موشاشون هیکلی میشن. اینا چقدر گندن، قد گربه ای. کلمنن برای خودش. آره کلمن خالی هست. جون وای جون موشه میزنن خب این شربت آلبالو فکر بد نکنید، این شربت آلبالو، ولی بنویسین تو کامنت ها این چیه. خداش این. حالا شاید آخرش متوجه بشین، ولی شربت آلبالوش اومده با پودر ژله قاطی کرده. خب حالا تاش ژله‌ای درست میکنه بین مردم پخش میکنه. خب اونا هم یه مراسمی دارن، شاید حالا مراسم سوگواریه یا جشنه، حالا به هر حال اینا میان پخش میکنن بین مردم. حالا شما نگاه کنید این چیه. چیه چیه
فول کشید. خب این که معلومه مال هندوستانه. خب یه کشور دیگه هم هسته. حالا شما اینا رو تو کامنت بنویسین خیلی ما ممنونتون میشیم. تا اینجا هم که اومدین ساب یادتون نره، لاک یادتون نره، داخل پیج اینستامونم فالومون کنید. دمتون گرم. کامنت انگلیسی هم یادتون نره. کامنت انگلیسی یادتون نره. کامنت خیلی دمتون گرم. حالا این یکی نگاه کن، خداوکیلی اگر یکی بیاره بالا از این قشنگتر نی؟ من بیارم بالا تو میخوری؟ بره آقا. چیه برنجه؟ برنج و حبوبات و رون مرغه. اینا دستاشون تمیزه، نه فکر بد نکنی. نه بابا دستاشون تمیزه. شورتشون با تمیزه دیگه، از بدنه. میگه بنی آدم اعضای دیگه. قسمت بعدی موشان. موشا حالا این دفعه اون موقع مایعات میخورن، الان جامدات دارن میخورن. این همون موشه که حق میبینی این همونه. این همون تخم مرغا، همون وسیله، همه چی همونا. آره دیگه همونجا هست، همون مکانه. حالا فکر نکن فقط هندا، پاکستان هم همین جوریه. حالا ببین خدا رو شکر کنه، خدا وکیلی ما تو ایرانیم. یعنی میومدی اینجا غذاهای خیابونیشون رو می‌خواستیم بخوریم، بعد میرفتیم گفت با موش ویتامین داره، طاعون بدنت میره بالا. دعا میکنن اونجا. یخ در بهشت میخورین یا نه؟ این یخ در بهشته، یخ در برزخه بیشتر تا یخ در بهشت. یخ در باغ وحش. خدا وکیلی چقدر پشه توشه. میگم اینا تخمه گوسفندن؟ من دنبلا منظورش. آره همون. حالا انقدر تخم این دنبلان مرغ چی دنبلان مرغ تخما خروسن. خب ولی حالا در کل ببینید حالا بعد نظرت. تو رو قرآن برگشت نگاه روش. چیه این زنبوره؟ آره دیگه زنبوره. روش شم کشه. رسیدیم به قسمت جالبش. بهترین غذای عمرشون. پروتئین ها، بدنسازای چنل ببینن. یعنی باب خودتونه. البته بلا نسبت بدنسازای چنل اما شما نبودا. بلا نسبت. خب ولی خدا اینا زندن ها. اینا همشون زندن. میکنن لاش، بعد میذارن توش، بعد میخورن روش. همین که آقا. خب بچه ها ویدیو تموم شد، امیدوارم خوشتون بیاد. حالا چند تا ویدیو دیگه میخوایم بگیریم، ولی حالا یکیش مثلا مجازاته، یکیش سعی کن نخندیه و چند تا چیز ترند دیگه داریم. مطمئنم خوشتون میاد و چیزای ترندیه که از طریق ما ترند میشه. حالا بقیه‌اشو سایلنسر بهتون میگه. اگه خواستین کلیپا رو ببینید تو اینستا و یوتیوب ما رو دنبال کنید، چنلمون رو ساب کنید، اون زنگوله هم فعال کنید که همیشه اولین نفر باشی کلیپا ما رو میبینید. ممنون میشم که لایک کنین، کامنت انگلیسی بذارین برامون و مرسی که کلیپا دیدین. ما که الان اینجا نشستیم ما داریم زحمت میکشیم، بعد شما با چنل این که چنل ما رو ساب میکنید و فالومون میکنید به ما انرژی میدین که آقا ما دوباره ویدیو بذاریم. دمتون گرم، شب و روزتون خوش. زحمت میکشیم. چاکریم.